بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونور أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. و درود بر آن محمدی که خداوند مهربان ایشان را وصف کرده است، و درود بر آن محمدی که خداوند مهربان در طاق عرش اسم مبارک را در نزدیکی اسم خود کتابت کرده است. لا اله الا الله محمد رسول الله. زیرا او دارای سرشت نیکو و خوی زیباست. محمد پیامبری انس و جین است، شفاعت کننده امتان است و همچنین امام پیامبران پیشین و پیشوای راه حق، امینی خدا، فرودگاهی جبرائیل، شفاعت خواه مردم و خواجه روز قیامت، و همچنین پیشوای هدایت، سرنشین محکمه روز قیامت است. اوست موسی کلیم که چرخ فلک کوه طور اوست، و همه نورها یک فروغ است از نور او. اوست شفاعتگر، اوست فرمانروا، اوست خبر دهنده غیب به اذن الهی. اوست راهنمای حقیقت، تقسیم کننده بهشت و جهنم، تن آور، خندان روی، خوشگل و زیبا، دلنشین و محب دلها. اوست یتیمی که قرآنش تمام نشده، کتابخانه های چندین ملت و ادیان را از بین برد و منسوخ کرد. وقتی که قصد کرد تا شمشیر بیم دهنده اش را نشان دهد، با معجزه اش قرص ماه را دونیم کرد. هنگامی که آوازه تولدش زبان زده جهانیان شد و زلزله در ایوان کاخی انوشیروان افتاد، بالای لا اله الا الله قامتی بزرگترین بت را با نام لات بشکست و با عزت و سربلندی دین آبروی بتی که با نام عزا بود از بین بود. نه تنها لات و عزا را گرد کرد، بلکه کتابهای آسمانی را یعنی تورات و انجیل را نیز منسوخ کرد. یک شب بر براق نشست و از فلک گذشت، آسمانها را پشت سر گذاشت و به مقام و منزلت از فرشتگان بالاتر رفت.
آنچنان به خداوند متعال محمدی نوری چشم ما نزدیک شد، در مقام سدره که جبرائیل از او جدا شد و اجازتی همراهی را نتوانست دریافت کند. البته خداوند لامکان است، اما بعض مقام را خاص خودش قرار داده است و نهایتی بزرگی پروردگار را می فهماند. پیامبری اکرم صلی الله علیه و سلم به جبرائیل گفت: ای سالار بیت الحرام و ای حاملی وحی و ای بلند پروازترین فرشته خدا، چرا از همراهی مثل من که دوستی مخلص تو هستم دست میکشی؟ جبرائیل گفت: محمد، من توانی بالاتر از این را ندارم. بال و پری من نیرو و توان خود را از دست داده اند و اگر یک سری موی بالاتر پرواز کنم، نور تجلی خداوندی بلند مرتبه بال و پری مرا خواهد سوخت. ببینید برادران عزیز، مقام و منزلتی حبیب بزرگ خدا، نور چشم ما محمد مصطفی را هیچ کس از امتانش گروگان گناه و عصیان نخواهد شد. چرا؟ چون که مثل او پیامبر و سیدی پیشرو و بزرگوار دارد. نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیشرو. ای پیامبری گرامی، ای حبیب دلها و ای نور چشم امتان، سلام خداوند و درود خداوند و درود ما امتان گناهگار بر تو باد. ای نبی اکرم و ای پیام آوری امتان گناهگار، درود خداوند بر روح و روان تو باد و همچنین درود بر اصحاب تو و پیروان تو باد. اول درود بر ابوبکر پیری با اراده، بعد از آن درود بر عمر که پنجه دیو یعنی شیطان سرکش را میتاف و بر او تسلط داشت، و همچنین درود بر عثمان خردمند شب زنده‌دار، و چهارم درود بر علی آن شاه دلدل سوار. درود خدا بر همگی به یک بارگی. خدایا پروردگارا، به حرمت و عزت محمد نور دلها و به حرمت عزت دوستداران محمد و اصحاب محمد، عمر ما امتانی گناهگارت را آخرش را با تمام شوی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خاتمه ببخش.